سلام، من علی شیرازی هستم. امروز یک شنبه 23 آذر ماه و این برنامه بررسی روزنامه هاست. بازتاب سخنان یوسف اباضری در رابطه با مرتضی پاشایی و راهپیمایی شیعیان در روز اربعین در کنار مقالات اقتصادی و اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه روزنامه‌های امروز بوده که با هم به مرور آنها خواهیم پرداخت. روزنامه‌های اعتماد و شرق گزارش‌هایی درباره سخنرانی یوسف اباضری در دانشگاه تهران و واکنش‌های گسترده به آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه پدیده پاشایی بار دیگر خبرساز شد، در گزارشی با تیتر کنایه‌های بحث برانگیز یک جامعه شناس به سخنرانی یوسف اباضری در تحلیل حضور هزاران تن در مراسم تشییع مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ و همچنین بازتاب‌های آن پرداخته. به نوشته روزنامه اعتماد، اباضری در این سخنرانی به مستند ماهی‌ها در خاک می‌میرند که از تلویزیون درباره وضع بد اقتصادی یکی از استان‌های کشور پخش شده اشاره کرده و گفته: نکته جالب برای من این است که هیچ کس به این فیلم کوچکترین توجهی نکرد و شما که اینجا نشسته اید نمی‌دانید چنین فیلمی تهیه شده و این فیلم درباره زندگی یک استان مملکت است و سپس این سوال را مطرح کرد: چه شده که می آیند و مسائل واقعی را که ما با آن روبرو هستیم از ذهن ما میبرند؟ به نوشته این روزنامه، یوسف اباضری از رفتار مردم و حضور آنها در مراسم رسمی پاشایی انتقاد کرد و گفت: برای من خیلی جالب است که 200-300 هزار، 1 میلیون نفر، یک ملتی در مجلس تحریم شرکت می کنند. چرا مردم ایران به این افلاس افتادند؟ این روزنامه نوشته اباضری دلیل اصلی شکلگیری پدیده پاشایی را سیاست زدایی دانست که نمود آن میدان دادن به افراد غیر نخبه همچون ورزشکاران، بازیگران، خوانندگان و غیره در امور سیاسی است و به گفته این مدرس دانشگاه در سالهای اخیر هم حاکمیت و هم مردم دچار ترسی متقابل از یکدیگر شدند. از این رو هم مردم و هم حاکمیت به سمت سیاست زدایی حرکت می کنند و در این فضا شخصی چون پاشایی به یک اسطوره و نماد تمرکز بر امور غیر سیاسی تبدیل می شود. روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان واکنش‌ها به تحلیل اباضری از قول مصطفی مهرائین جامعه شناس نوشته: سخنان اباضری در مجموع تحلیل جالب و خوبی بود، فقط یک ایراد در صحبت‌هایش داشت، آنجا که اباضری این را بهانه کرده بود برای پرداختن به خیلی از مباحث دیگر. شاید بهتر این بود آن مباحث در شکلی جدی‌تر و جدا تحلیل و بررسی می‌شد. این جامعه شناس با اشاره به اینکه پدیده‌ها پیچیده هستند و اگر ادعا کنیم تحلیل ما شامل همه ابعاد آن می‌شود به خطا رفته ایم، گفته: اینکه کلیتی از دنیای زبانی بسازیم و بخواهیم آن را بیاندازیم روی پدیده و تصور کنیم آن را مهار و تحلیل کرده ایم قطعاً دقیق نیست. پدیده ها مثل همین ماجرای پاشایی و واکنش ها به مرگ او خیلی پیچیده تر هستند. پس از شکاف و گسست این لایه های متعددی دارند. از همین منظر تحلیل اباضری گرفتار در گسست بود. چنین تحلیل هایی علوم اجتماعی را هم ساده انگاره جلوه می دهند. به نوشته روزنامه شرق، مصطفی مهرائین همچنین گفته: یوسف اباضری از معدود جامعه شناسان واقعا جامعه شناس ماست، اما نکته اینجاست که اگر این تحلیل ها در حد همین جلسه و حرف های طرح شده او در این جلسه و حواشی آن باقی بماند، خود اباضری هم تبدیل به یک پاشایی می شود. آذر تشکر جامعه شناسی دیگر نیز با اشاره به بازتاب‌های گسترده سخنرانی یوسف اباضری گفته: برخی از این واکنش‌ها ناشی از رفتار آقای اباضری و خارج از قاعده بودن رفتار او بوده. اگر او هم به صورت معمولی این پدیده را تحلیل می‌کرد، در آن صورت این جلسه هم یک جلسه معمولی می‌شد با حرف‌های معمولی بدون هیچ واکنش و بازخوردی. اما روزنامه کیهان در گزارش تیتر 1 خود نوشته: آن روزها در گرماگرم جنگ تحمیلی وقتی آیت الله خمینی با اطمینان خبر داد که راه قدس از کربلا می‌گذرد، اگرچه این خبر برای برخی از دیرباوران عجیب به نظر می‌رسید، ولی دلباختگان حضرتش می‌دانستند هر جا همه مو می‌بینند او از پیچش مو خبر می‌دهد
و آنجا که نگاه‌ها به ابرو دوخته است، پیر جماران اشارت‌های ابرو را می‌بیند. از این روی آن وعده که نایب مراد غایب داده بود را از گوش سرب ژرفای دل سپردند و در انتظار آن لحظه ها و روزها و سالها را شمردند تا نوبت به 40 سال 1393 رسید و طلیعه آن وعده که او داده بود از کربلا دمید. همین روزنامه در یادداشت روز خود نوشته بعضی بر اساس اندازه قدرت درک و تحلیل خود برای اهداف این راهپیمایی 10 میلیونی نکاتی را گفتند. از جمله بعضی گفتند این اجتماع بزرگ انسانی پاسخی به داعش به حساب می آید و حالان که داعش آنقدر بزرگ نیست که دفع آن به چنین راهپیمایی بزرگی و توسل به حسین بزرگ و عباس صفشکن احتیاج داشته باشد. در این مقاله آمده شک نکنید که آمریکا تا مدت‌های مدید در اغمای ناشی از ضربه 40 باقی می‌ماند. غرب بیش از همه از این راهپیمایی بزرگ تاریخی لطمه خورده و از این روست که بیش از همه در صدد برآمده تا از بازتاب رسانه‌ای آن در غرب جلوگیری کند و تنها در معدود رسانه‌های نظیر هافینگتون پست که آن هم به جریانات معارض غربی تعلق دارند عظمت و معنای عمیق آن را بازتاب داده است. و در نهایت کیهان نوشته شرکت میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 40 عراق و تداخل پرچم‌های عراق و ایران و تصاویر مشترک رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی نشان داد که رابطه ایران و عراق در سطوح ملی نیز تا چه اندازه عمیق و مداوم است. از امروز نوبت دولت‌های دو طرف و بخش‌های خصوصی دو کشور است که از این ظرفیت استفاده مطلوب کنند. غلامرضا صادقیان هم در روزنامه جوان نوشته 40 حسین سلام الله علیه به راستی که امسال گرانیگاه جهان را تغییر داده. آنها که 40 امسال را می‌بینند و سکوت می‌کنند و 40 امسال را دیدند و چون گنگ خواب دیده شدند و سرانجام آنان که وحشت زده از دور و از نزدیک به 40 می‌نگرند، آنها زین پس در کتاب‌هایشان می‌نویسند که سکوت علامت وحشت است، زیرا ما 40 حسین را دیدیم و ترسی عمیق از آن در وجودمان نشست. و علی میرفتاح در مقاله در روزنامه اعتماد با عنوان تعمیم دیپلماسی پنهانکاری نوشته میگوییم همه چیز را به مجامله برگزار میکنیم، واقعیتی است که همه امور را در بر میگیرد. ما منش سیاسیمان را لاپوشانی میکنیم و باورهای اعتقادیمان را اگر با جمع در تعارض باشد به کسی نشان نمیدهیم. درباره اشخاص به تعارف و تکلف میافتیم و از خودمان تصویری ارائه میدهیم که هیچ نسبتی با واقعیت ما ندارد. دیپلماسی هنری است که تعمیم پیدا کرده و از عوام و خواص مذاکره کننده های قهاری ساخته که بازی با کلمات و مجامله و تعارف را جایگزین مذاکره و محاوره روزمره کردند. در ادامه مقاله اعتماد آمده در میهمانی ها هم همه دیپلمات شدند و سر هیچ و پوچ خون خودشان را کثیف نمی کنند و بی خودی به جان هم نمی افتند. اول انقلاب یادتان هست که ته همه مهمانی ها به دعوا ختم می شد و چطور مسابقه رکگویی بین ملت راه افتاده بود. چقدر پدر با پسر در افتاد و چقدر برادر با برادر قهر کرد و چقدر سر بهشتی و بنی صدر و هاشمی و بازرگان و خلخالی ملت روبروی هم در آمدند. آن اخلاص اما رفته رفته جایش را به ریایی داده که هیچ چیزی ارزش جدل ندارد. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز. فرهیختگان، محسن هاشمی، مسئولان خود را با دانشگاه تطبیق دهند. جمهوری اسلامی، نخستین محموله پتروشیمی ایران به اروپا این هفته صادر می شود. آفرینش، واکنش اوباما در برابر اظهارات ضد ایرانی یک نماینده جمهوری خواه. همشهری، سندسازی های آژانس انرژی اتمی برای ایران. ابرار،
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تشریح کرد. آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی اصفهان. دنیای اقتصاد: سقوط 50 دلاری نفت در 6 ماه. اطلاعات: رئیس جمهوری: عبور از مانع تحریم فقط با همکاری مردم ممکن است. محمود جامساز در مقاله‌ای در روزنامه آرمان نوشته مدتی است جامعه شاهد کشف برخی پرونده‌های مالی و اقتصادی است که بیشتر آنها ریشه در عملکرد اقتصادی مالی دولت‌های نهم و دهم دارد. از کشف اختلاس‌های متعدد به ویژه اختلاس 3000 میلیاردی تا 8000 میلیاردی و همچنین کشف فساد در اداره گمرکات کشور، اخیراً نیز تخلف 12000 میلیارد تومانی در یکی از بانک‌ها و احتمالاً تعداد دیگری از مفاسد اقتصادی و مالی که هنوز کشف نشدند. این روزها نقل محافل قضایی و رسانه‌ای است. همچنین بحث در مورد گستردگی آن به سطح جامعه نیز کشیده شده. قدر مسلم آن است که باید ریشه این فسادها را در ساختار ناکارآمد اقتصادی دولتی و بر پایه نفت جستجو کرد، چرا که به اعتبار علم و تجربه رژیم‌های اقتصادی غیر شفاف در کشورهای مختلف فساد را در بطن خود پروراندند. عدم شفافیت اقتصادی و مالی زمینه را برای ظهور و گسترش فسادهای اقتصادی فراهم می‌کند. فریدون مجلسی هم در سرمقاله همین روزنامه نوشته هفته گذشته همایش مبارزه با فساد در تهران برگزار شد. برگزار کنندگان قطعاً می‌دانستند فساد چیست، چه زیانهایی دارد و چرا باید با آن مبارزه شود. حداکثر این است که می‌خواهند ببینند بهترین و مؤثرترین راه مبارزه با فساد چیست. دنیا برای این کار چه راههایی را پیموده و ما باید چه راههایی بپیماییم که آن هم امر کارشناسانه و داخلی دولت است و نیاز به سمینار گسترده ندارد. برگزاری چنین سمیناری میتواند تبلیغ و اعلام به ملتی باشد که خواهان این مبارزه است. نویسنده تاکید کرده وقتی صحبت از دولت قانونمدار می شود تبعاتی دارد. فساد از بیقانونی آغاز می شود، نه اینکه قانون کمبود داشته باشد. نه، قانون هست، اما قانون شکنی نباید نوعی افتخار و نشانه قدرتمندی و قدرت نمایی تلقی شود. قانون مداری یعنی دولت ساختار و سامانه قانونی دارد، یعنی برای تکمیل کادرهای این سامانه باید گزینش قانونی با امتحان ورودی توسط سازمانی بی‌طرف انجام شود. کسی که چنین مراحلی را پیموده باشد طی زمان کسب حیثیت و آبرو می کند. حیثیت و آبرو ارزشی دارد که به سادگی قابل گذشت نیست. حسین راغفر در مقاله دیگر در روزنامه آرمان پرسیده آیا اقتصاد دولتی مسئول این فساد است؟ برخی مقامات از قراردادهای غیرقانونی یک متهم صحبت می کنند که با امضا و تایید رئیس بانک مرکزی و وزیران وقت مبلغی هنگفت پول به صورت غیرقانونی انتقال یافته است. کسی اعتراض نمی کند. یا وقتی رئیس جمهور می گوید 22 میلیارد دلار به اسم تنظیم بازار ارز از کشور خارج شده و 1 ریال آن باز نگشته، یعنی رسما حیف و میل منابع عمومی انجام شده، اما باز هم شاهد واکنش درخوری از ده‌ها دستگاه نظارتی در کشور نیستیم. در کشورهایی که فساد کمتری دارند حتی با اعلام یک روزنامه یا یک خبرنگار مقام دولتی بلافاصله مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و صحت و سقم ادعای آن رسانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما در کشور ما حتی صحبت مقامات رسمی آن هم به مبلغ 22 میلیارد دلار با سکوت مواجه می‌شود. به نظر نویسنده مبارزه با فساد فقط بازداشت یک کلاهبردار نیست، بلکه ریشه‌کن کردن رفتارهایی است که هزینه‌های داد و ستد مالی را افزایش می‌دهد. اما تا زمانی که پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدون مناقصه واگذار می‌شود و مقامات دولتی شرکت‌های شبه خصوصی تشکیل می‌دهند، این روند ادامه خواهد داشت. منصور فرزامی در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشته بیکاری بد است اما ازدواج سفید از آن بدتر. هر دو نکوهیدند اما دست به بیت المال بردن و اختلاس از آن نکوهیده تر.
و بدتر از آن توجیه و گناه را به در دیگران بردن و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن است و پا را از گلیم خود درازتر کردن و به اموری پرداختن که در حیطه وظایف ما نباشد. یعنی فرهنگی کار اقتصادی کند و نظامی در سیاست دخالت نماید و اقتصادی به امور فرهنگی بپردازد. همه اینها منشأ ناهنجاری‌های اجتماعی است و مخدوش شدن مرزها و وضعی پیش می آید که معلوم نیست کی چه کاره است. نویسنده معتقد است بی مجامله و پرده پوشی باید گفت که فضای جامعه ما چنین است و شخص در جای خودش نیست، اما این همه جامعه ما را دوپاره نمی کند. به عنوان مثال معیشت سخت است، امور مردم به بطالت می گذرد و به مشقت، اما آنچه جامعه پر از مسئله ما را دوپاره می کند و به جایی می رساند که ادارش و مدیریتش نزدیک به محال باشد، فتنه معیشتی و حصر معیشتی است. در پایان سرمقاله مردم سالاری آمده ذهن و زبان جامعه آن است که باید با پادرمیانی بزرگان و کرامت نفس مشکل بزرگ فتنه و حصر برای همیشه روشن شود. ایران شگفت‌آور و سرد و گرم چشیده معضلاتی از این بزرگتر را حل کرده. دشمنپنداری گوشت و پوست خودمان صحیح نیست. اینان که در هر دو طرف معاندشان میپنداریم رفیق سالیان تنهایی و دوران سختی اند. و طنز سوشیانس شجاعی فرد در روزنامه شهروند با عنوان اصل برابر کپی. آیا می‌دانید دغدغه ذهنی این روزهای مردم ما چیست؟ مذاکرات، گرانی نان، سقوط نفت، سقوط قیمت نفت، سخنرانی دکتر اباظری، گزارش شکنجه‌های سیاه؟ نه آقا، از این خبرها نیست. حالا فکر کردید اگر اینها دغدغه بود بنده می آمدم راجع به آن چیزی می نوشتم؟ به نظر من مهمترین موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده بحث گوجه فرنگی و نارنگی هایی است که با مواد سرطانزا رنگ می شوند و می رسند. اصلا کل بدبختی های ما از همین قوره هایی است که در جابجایی عرصه مدیریتی ادعای مویز بودن دارند. ما نارنگی رسیده می‌خریم و ببینیم ترش است. خلاصه هر چیزی را که دستمان می‌گیریم می‌بینیم در واقع یک چیز دیگری است که دستمان است، نه آن چیزی که می‌خواستیم. مثلا آمدیم گوجه فرنگی قرمز خریدیم، آن را که شستیم دیدیم گوجه سبز است. آمدیم روی گوجه سبز و زخممان نمک بپاشیم، دیدیم این نمک نیست که از بقالی خریدیم، شیشه است. دوباره رفتیم بقالی اهل حال سر کوچه‌مان، یک بطری شیر نیم چرب خریدیم، بعداً فهمیدیم این شیر نیست، روغن پالم است که جام می‌دهد برای سیب زمینی سرخ کردن. البته با توجه به وجود وایتکس در شیر از آن به عنوان پاک کننده دستشویی توالت هم می شود استفاده کرد. کلسیم هم دارد، برای توالت خوب است. حالا گفتم سیب زمینی، یادم آمد که چند سال پیش رفتیم سیب زمینی بخریم، پوستش رو کندیم، دیدیم تبلیغات انتخاباتی است. البته بعداً تلافی کرد، او پوست ما رو کند. رفتیم 18 میلیون تومان دادیم ماشین خریدیم، دیدیم در واقع یه فقره فرغونه که شیشه بالابر برقی و فرمون هیدرولیک داره. حوصله‌مون سر رفته بود، گفتیم مثل بقیه جوانها که حوصله‌شان سر میرود بریم قلیان بکشیم. فهمیدیم داریم سرطان میکشیم، سرطان دو سیب، سرطان بلوبری، سرطان لیمو نعنا، که البته توصیه بنده به شما سرطان پرتقال خامه است. البته جدیداً یک سری سرطان‌های سوئیسی هم به بازار آمده که ما را متوجه کرد که سوئیسی‌ها هم قلیان میکشن. از همان میوه فروشی معروف نارمک که گوجه ارزان میفروخت رفتیم انار خریدیم، آمدیم دیدیم ذرت را رنگ کردن، جای انار انداختن بهمون. خواستیم سپندارمز را جشن بگیریم، باز کردیم دیدیم ولنتاین است. تا آمدیم به خودمان بجنبیم، ما را سوان ون کردن و کافی شاپ هم پلم شد رفت به کارش. یک بار هم 300 تومان دادیم بابت ماهواره، روشن کردیم دیدیم پارازیت خریدیم که کمی شبکه‌های ایرانی ازش آویزان است. برنامه‌های تلویزیون ایران هم که کلاً همان وضع معلق جامعه ایران را دارد، ما بین سنت و مدرنیته. هر کانالی را زدیم که کمی آگاه شویم، بعد از 10 دقیقه سیاه شده بودیم و مقداری روغن روی سر و صورتمان بود، کمی هم برنج هندی و مقداری هم پشمک. گفتیم خب حداقل بریم کتاب بخریم. کتاب‌ها رو که باز کردیم چند تای استاتوس فیسبوک ازش ریخت، کمی هم فال قهوه. کلافه شدم، گفتم چاره کارم موسیقی است. رفتم یک CD شجریان بخرم، گذاشتم توی دستگاه، دیدم مرتضی پاشایی است. دیگه طاقتم تاق شد، رفتم سم سوسک بخرم بخورم، آن هم چینی بود. زنگ زدن اورژانس آمد، ما رو که داخل آمبولانس گذاشتن، دیدیم آمبولانس چیش پوریا عالمیه.
این هم آمبولانس نیست. خلاصه مرامی ما رو بردن بیمارستان. داخل که رفتیم دیدیم همچین بیمارستان هم نیست. واحد بازرگانی و بازاریابی سازمان قبرستان هاست. و حالا کارتون های انتخابی امروز. کارتون فیروزه مظفری در روزنامه اعتماد، محمود نظری جام جم، ساسان خادم روزنامه شرق، محمد علی رجبی مردم سالاری، محمد علی خلجی جهان صنعت، مازیار بیژنی روزنامه آرمان، علیرضا زاکری خبرگزاری فارس، محمد رضا ثقفی روزنامه شهروند، فرهاد بهرامی آفتاب یزد، کارتونی از مانان استانی، کارتونی از توکان استانی، کارتونی از احسان گنجی با عنوان فساد و در پایان کارتونی از هادی حیدری. بررسی روزنامه‌های یک شنبه بود که از نظرتون گذشت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه رو میتونید در وبسایت تلویزیون رها، کانال یوتیوب هم و صفحه فیسبوک برنامه با آدرس facebook.com/مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد ملاحظه کنید. با لایک کردن صفحه فیسبوک برنامه هم به آرشیو برنامه‌ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای بهتر شدن برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا و برنامه دیگر، ایام بکام، شب و روزتان خوش.